امروز میخوایم با آگاهی کامل به استقبال آذر ماه بریم و میخوام تک به تک برای ماه به ماهتون بهتون بگم قراره تو آذر ماه چه اتفاقات هیجان انگیزی براتون بیفته. اگر اتفاق بده که 100% بتونی جلوشو بگیری، اگرم اتفاق خوبه که ازش خبر داشته باشی. خب دوستان عزیزم، مرسی که سابسکرایب میکنین، مرسی که اون زنگوله رو میزنی برای اینکه ویدیوهای یوتیوب ما برای شما اولین نفر به نمایش در بیاد. لایک و کامنت هم که یادتون نره. دوستان عزیز، فروردین ماهی نیت کنیم بریم ببینیم که تو آذر ماه قراره برای شما چه اتفاقاتی بیفته. منتظر یک خبر هستی، منتظر این هستی که ببینی چه اتفاقی برای شما میفته. اون خبر مهمه رو میخوای ببینی آیا به گوشت میخوره. به به دوستان عزیز، فروردین ماهی یک معجزه برای شما در راهه. قراره اون خبر مهمه که منتظرشی، اون چیزی که بابتش الان نیت کردی، به صورت معجزه‌وار دقیقاً توی ماه 9 تا 9 وعده دیگه برای دوستان عزیز فروردین ماهی اتفاق میفته. خیلی خوشحالتون میکنه، انگار اون چیزی که خیلی براش انتظار کشیدی به صورت یک معجزه توی زندگیت رخ پیدا میکنه و با خودت میگی خدایا ازت متشکرم، خدایا سپاسگزارم، من واقعا توقع اینو نداشتم. و میبینی که خدا چقدر مهربونه و چقدر حامی تو بوده همیشه. دوستان عزیز متولد ماه اردیبهشت، قراره تو آذر ماه برای شما چه اتفاقاتی بیفته. نتیجه صبرت رو میبینی، خیلی صبر کردی، خیلی صبوری به خرج دادی، خیلی اتفاقاتی برای تو قرار بوده بیفته که نیفتاده. همش با خودت خیلی، دارم دوستان اردیبهشتی میبینم خیلی غرغر کردی، خیلی با خودتون گفتی من این همه صبر کردم، من این همه تلاش کردم، من این همه این کارو کردم اون کارو کردم، چرا اینجوری شد وضعیت زندگی من؟ داره از یک سکه شدن کار براتون صحبت میکنه، از اتفاقات خوب مالی در آذر ماه داره برای شما صحبت میکنه. چرخش اقبال و سرنوشت برای شما میگه اون چیزی که نیت شما هستش برای شما اتفاق خواهد افتاد. منتظر خبرهای خوب احساسی، خبرهای خوب مالی و هر چیزی که منتظرش بودین در ماه آذر برای دوستان عزیز اردیبهشت ماهی اتفاق میفته. حتما برای اینکه این اتفاق در زندگیتون دوستان عزیز اردیبهشت ماهی اتفاق بیفته، یک حالت این رو میبینم که یک صدقه بدین، خیلی تو چشم و نظر هستین و اسفند هر روز دود کنین. دوستان عزیز خرداد ماهی جان از لحاظ مالی پرفکته برای شما توی آذر ماه. سیو کنید چیزی که به دستتون میاد تا تو ماه دی کمبود مسائل مالی اذیتتون نکنه. این ماه پول درآوردنه، ماه رسیدن یک سری مبالغیه که شاید براتون چیز بوده. این ماه یک سری پولایی به دستتون میرسه که خب خیلی مشکلات رو براتون حل میکنه. از یک شخصی که عنصر هوا داره، یعنی یا متولد مهر یا خرداد یا بهمن ماهه، یک مسیر مالی برای شما باز میشه و این شخص آقا هم هست، یک مسیر مالی برای شما باز میشه و ممکنه حتی کیس عاطفیتون باشه که داره برایتون میگه این شخص حتی با پشیمونی هم ممکنه سمت شما برگرده و بابت کاری که کرده دوست خرداد ماهی عذرخواهی کنه. دوست عزیز متولد ماه تیر ماهی جان، خیلی اعصاب خودت رو خورد کردی، خیلی ناراحتی و احساس میکنی که از همه لحاظ دنیا بهت پشت کرده. آذر ماه رو شروعش رو اینجوری شروع میکنی، اما باید بگم در اواسط آذر ماه یا 16 یا 6 آذر ماه یک خبر خوشحالی شگفت زدت میکنه و تا آخر آذر ماه تو برات میسازه. این ممکنه کیس عاطفیت باشه که برمیگرده، این ممکنه که یک از طرف یک خبر خوش بابت یک عزیز باشه یا هر چیزی. چرا انقدر برای خودت مشکلات ایجاد میکنی؟ چرا انقدر دنیا رو بسته میبینی؟ از هر چیز کوچیکی دوست عزیز متولد تیر ماهی میشه خوشحال بود، میشه شاد بود، ولی راضی به رضای خدا نیستی. انگار یک شمشیر برداشتی و میخوای همه چیز رو خودت درست کنی. تو قادر بر این نیستی که با رضای خدا در بیفتی و با اون چیزی که اراده کرده بجنگی. پس راضی به رضای خدا باش و مطمئن باش که اون هیچ وقت برای بنده هاش بد نمیخواد.
دوست عزیز متولد ماه مرداد ماه جان، در آذر ماه چیزی که دارم برای شما میبینم یک مقدار ممکنه در اواسط آذر یک مقدار مسائل مالیتون به هم بپیچه، ولی کارت کیمیاگر و معجزه داره بهتون میگه اون چیزی که میخواین دستتون میاد و براتون مشکلاتتون رو حل میکنه. فکر و خیال خیلی میکنید، سعی کنید فکر و خیال نکنید و رها کنید. اون چیزی که شما رها میکنید ناخودآگاه سمتتون میاد. این قانون دنیاست. شما وقتی یک چیزی رو رها میکنید و دیگه بهش فکر نمیکنید و میسپارید دست خداوند خودش اون داستان و اون مشکل رو برای شما حل خواهد کرد. در ماه آذر براتون یک امپراتور شدن یا یک امپراتوریسم شدن میبینم، یک جایگاهی که به حق و بهش خواهید رسید. دوست عزیز متولد ماه شهریور ماه جان، دعای یک مادر مشکلتو حل میکنه. برو سر وقت مادرت و اون مشکلی که داری رو از مادرت کمک بخوا. یا ممکنه یک خانومی که در مقام مادر باشه، مثل خواهر بزرگتر، مثل یک خاله، یک خانومی که سن بالایی داره و تجربهش از تو بیشتره، یک کاری براش انجام بده که دقیقاً دوست عزیز شهریور ماهی میگه این مشکلت به دست اون خانوم حل میشه. توی یک دوراهی قرار میگیری در ماه آذر که نمیدونی این دوراهی رو چطوری باید مسیرش رو چجوری بری. داره بهت میگه دوست شهریوری تا زمانی که توی فکرت، توی ذهنت نمیدونی باید چی کار کنی، تو همون حالت ثابت بمون. هیچ کاری نکردن در این تایم بهترین کاریه که تو میتونی انجام بدی و بذار زمان مشکلتو حل کنه. هی بخوای بگی این کار الان انجام بدم بهتره، اون کار انجام بدم بهتره، ممکنه مسیر رو غلط بری. هیچ کاری نکن، آروم باش و بسپار دست خداوند خودش همه مسیرها رو برات حل میکنه. یک سفر 1-2 روزه در ماه آذر شگفت زدت میکنه، حال دلت رو خیلی عالی میکنه. دوست عزیز متولد ماه مهر، یک دور همی خانوادگی، یک کنار هم قرار گرفتن خانوادگی، یک مهمانی خانوادگی، همخونهایی که دور همدیگه جمع میشن در ماه آذر خوشحالتون میکنه. یک خوشحالی خانوادگی دارم براتون میبینم که خیلی خوشحالتون میکنه، حال و هوای شما رو عوض میکنه. یک مسیر مالی که براتون در ماه آذر باز میشه دوست عزیز مهر ماهی که انگار توقعش رو نداشتین و انگار این مسیر هی داره براتون پله بالاتر و بالاتر میره و این جواب قلب مهربون شما هستش. پنهانکاری، یک دست پنهانکار برای شما باز میشه، رو میشه. متوجه میشین یک شخصی اونقدر هم که داره نشون میده خوب نیست و یک هشدار داره بهت میده. میگه توی آذر ماه به این نتیجه میرسین یک شخص اونقدر هم خوب نیست، باید مراقب رفتارهاتون با اون شخص باشین، صبور باشین. داره بهت میگه تو ماه آذر صبور باش، اتفاقات خوش برات در راهه. دوست عزیز متولد ماه آبان، دقیقاً ماه 8 دوست عزیز آبان ماهی میگه تو آذر ماه یک حالت امپراتور شدن، امپراتوریسم شدن، یک اون جایگاه به حقی که شاید خیلی وقت منتظرش بودی برای تو دارم میبینم. آزاد، رها، خالی از هر تفکر. این روزها توی آذر ماه میگه به خودت برس، سیو انرژی داشته باش. اتفاقات گذشته، مشکلات گذشته دوست از آبان ماهی باعث شده که تو اون ذهنیتت، اون حال بدت تو رو از پا در بیاره. سعی کن توی آبان ماه جز خودت به هیچ کس و هیچ چیزی فکر نکنی. به رابطه شکست خورده، وضعیت مالی داغون، خانواده‌ای که ممکنه که مسئولیتش روی دوش تو باشه، به هیچ چیزی فکر نکنی. فقط به حال خوبت، حال خوشت و اینکه من باید سرپا باشم، من باید سیو انرژی داشته باشم. در آذر ماه جز خودت دوست آبان ماهی به هیچ چیزی فکر نکن. دوست عزیز متولد ماه آذر، تولدت مبارک باشه. بریم ببینیم که در آذر ماه برات چه اتفاقی میفته. من همیشه گفتم وقتی کارت کائنات، کارت خداوند و کائنات میفته، روش هیچ کارتی نمیکشم. دوست عزیز آذر ماهی که تولدت هستش، آذر ماه برای شما
ماه برد شما هستش، پر از اتفاقات قشنگ، بازگشت کیس عاطفی، از لحاظ مالی عالی، دور همی‌های خانوادگی، جشن تولدهای خانوادگی، هر آن چیزی که در طول یک سال دنبالش بودین در آذر ماه برای شما یک نیت 100% بله رو داره به شما پاسخ میده. دوست عزیز متولد ماه دی، بریم ببینیم که آذر ماه برای شما چه اتفاقاتی رو همراه خواهد داشت. آس چوب دست، دوست عزیز دی ماهی، یک سندی که به خوشی امضا میشه، یک خبر خوشحالی، یک خبری که از شوقش اشک میریزید. خوشحالی رو دارم براتون میگم، انگار برگ و بار سبز، چیزی که خشکیده ولی داره جوونه میزنه. باورت نمیشه اون خبری که بهت میدن، انگار خستگی رو از رو دوشتو میذاره پایین، انگار حس میکنی جواب اون خستگی ها رو گرفتی. بازگشت کیس عاطفی، آمدن کسی که رفته بود، اون چیزی که در آرزوش بودی برات خریداری میشه در ماه آذر. آذر ماه دوست عزیز دی ماهی برات بسیار عالی هستش. دوست عزیز بهمن ماهی، بریم ببینیم تو آذر ماه چه اتفاقی برات هست. از یک آدم دمدمی مزاج دوری کن، اعصاب و روان تو به هم میریزه. آدمی که الانش خودش نمیدونه چی کار است، فرداشو نمیدونه چی کار است، ولی همش میخواد بگه من آدم خوبه روزگارم. دوست عزیز بهمن ماهی، از یک آدم دمدمی مزاج دوری کن. این به معنای این هم هست که یک شخص عاطفی که تو زندگیت بوده خیلی دمدمی مزاجه و اگر رفته دوباره سر و کله‌اش پیدا میشه، اما این بار بیشتر اعصابتو خورد میکنه. سکه شدن، بانوی سکه شدن یا آقای سکه شدن در این ماه. اگر از لحاظ عاطفی مشکل داری، عوضش از لحاظ مالی در آذر ماه برات اتفاقات بسیار خوبی رو دارم میبینم که شاهدش هستی و حالت رو به بهبودی، بهتر شدن، بهروزی پیش خواهد رفت. و تتقاریای ماه سالمون، دوستان عزیز اسفند ماهیای مهربونمون، بریم ببینیم در آذر ماه براتون چه اتفاقاتی در راهه. شخصی که ممکنه ماشین سفید رنگ یا ماشین رنگ روشن داشته باشه و متولد عنصر آب باشه، اگر رفته برگشت داره سمتت و یک خوشخبری رو برای تو داره، یک خبر خوب برات داره، یک پیغام خوب برات داره. از شماره تلفن هایی که شماره 3, 9, 5 و 8 داره و شخصی که توی حروف اسمیش حروف مذهبی داره، مثل محمد، مثل حامد یا این حروف اسمی داره، یک خبری به گوش تو خواهد رسید. ماه آذر ماه اون چیزی هستش که تو میخوای. ستاره برات به درخشش در میاد و خدا رو شکر میکنی، دستاتو میگیری بالا و خدا رو شکر میکنی. اگر ورزش نمیکنی دوست اسفند ماهی، حتما در این ماه یک باشگاه چیزی ثبت نام کن. اگر مشکلات داری به مشکلات توجه نکن، مشکلاتت تو سر دنبل و ورزش خالی کن. مرسی که توی چنل یوتیوب ما هستین. سابسکرایب یادتون نره، اون زنگوله رو هم حتما فشارش بدین. سالی عاشقتونه. فعلا خدا نگهدار.